در جهان امروز مفهوم تازه‌ای از زندگی لوکس داره متولد میشه. دو جهان متفاوت با دو منطق کاملا جدا. یک طرف لوکس کلاسیک، محله‌هایی مثل موناکو، نایتس بریج لندن، آپریست منهتن، جایی که لوکس بودنشون از زمان میاد، از تاریخ، از انحصار، از نسل‌هایی که ثروت رو به ارث گذاشتن. اونجا لوکس یک سلسله است، ثابت، آرام و تقریباً غیر قابل نفوذ. طرف دیگه اما لوکس مدرنه، لوکس تازه متولد شده ای مثل سنگاپور، قطر، عربستان جدید و شهری مثل دبی که نماینده این نسله. اینجا لوکس نه از گذشته میاد، نه از نام‌ها و داستان‌ها. لوکس اینجا حاصل ساختنه، حاصل سرعت، تکنولوژی و بازاری که هنوز جا برای رشد داره. دو فلسفه جدا، یکی لوکس ریشه‌دار و دیگری لوکس در حال ساخت. من محمد نادری هستم و ممنون که با ما همراه بودیم.